السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جانم قربانی نامت ای محمد اقبال جان. همه وقت در حقتان دعا گویم. آخران امید ما شما هستین. ای زندان تنگ تاریک ما رو رها کنین. این آزادی که در ما هست، این آزادی رو مانند زندان میدونم. نمیگم من در آزادی هم، فکر میکنم من در زندان هستم. تا کی ما در وطن کار میکنیم ما رو شلوخه میگن. این در این مغربی کار میکنیم ما رو شلوخه میگن. تا کی عذابی ما دوامی که باشه. نخوام و زن تاجیک بن همچون شلوخه بشناسن. دلگیر شده ما را که شلوخه کده است، ما را که بیره میکنه. خدا را شکر در او ره نیستیم. نگی گپی مردم کار رای همه آدمایی هر روم صفت و دلگیر ممکن. خب هزارها والله قسم هزارها همیشه زنها و مادرها گریه میکنن گپ میزنن. والله قسم اگر من برای هیچ چیزی دنیا قسمم نمیخورم شکایت های همین زنها و مادرها را میبینم. مادر تاجیک به مانند یک سلعه پست در بازار عرضه شده است. رستم پرستیتوت کشون میکنه رویشون میکنن. روسیه، دبی، ترکیه برای فروختن و فروخته شدن ناموس ملت. میخیزه بعضی زیویش ای چون چی حمایت داره. ایشا فکر نمیکنه. ایشا فکر نکرده است. فکر میکنه که هم رنگی خچم دستی آدم مینویسن سلام علیکم ای زنش مینویسه دخترش مینویسه یا کسیش مینویسه محمد اقبال هم خیلیه. فکر نمیکنه که هزارها زنگ هر روز صدای نجده و صدای نجات خواهی طلب دارن که ما در انتظار شماییم. ما میخوایم شما ما را از همین ظالم نجات بدید. و اینا اوزیایی ملت او اولیای ملت سلاش موندگی رشم کردگی بروتوشم خای کردگی فکر داره که ما هم رنگ هم وره میریم استراحت میکنیم. استراحت داریم در همینجا کیف کرده گشته ایم. فکر نمیکنه ما خون دلمون خورده ایم. فکر نمیکنه که ما در فکر استراحت هم نیستیم. ما اینجا استراحت ناومدیم. ما در خط مقدم جبهه قرار داریم و مبارزه برده ایم. مبارزه اطلاعاتی آرامانه بدون یگان خشونت. آنچه که جنایت می شود بر سر این ملت رستم یعنی که اسماعیل این همی رحمانوف دامادای رحمانوف این همینا همش این ملت پرستیتوت که میکنن با خارج روانش میکنن. بعدی که دستی به دست میشوه اوجه تمام دیگه همه میدونن که خطی خواب رفتن. بعد دیگه اوجه ارزانک میشوه رویش میکنن میروه. ایره هیچ کس فکر نمیکنه. یگان زیایی فکر نکرده است و فکرم نمیکنه. برای چی؟ برای نمیدونه. برای که یه بارک شنیده است در فکری و طریق کارا که نیست خودش فکر نمیکنه. این ملت در همین حالت نوشته است همین پرابلم هاشونه برای ما. اگر در این کال سنتر ما باشی در این معلومات های برای ما میای اگر میبده یگان کست نمیبده که طاقت میکردی. طاقت کرده هم نمیتونیست انسانی به این. وقتی من میبرم زور میآید گریه میکنم برای حالت این ملتم. ممکن است بعضیش بفهمم ممکن است ولی همش نفهمم. برای چی؟ برای نمیدونه رحمانوف بچه‌هاش و داماداش مردم با چه حالت آوردگی رساندگی. جیوای موزیک در دنغره، جیوای موزیک در جای مخصوصی رستم، جیوای موزیک در ورزاب، جیوای موزیک در قرغن، جیوای موزیک در منطقه تشکیل کردگی در بخش همش دخترکای تاجیک میبرن استفاده میبرن برای چند مدت معین میبرن یک مالی به ارزش یک کالای به ارزش به خارجی ها تقدیم میشود. همینه ناموسی شما، همینه زیایی بدنی شما. قدیمت که ای نوارهای رستم زیق شدی پس بفهم که همین خواهر و مادر همین ملت تجاوز کردگن همینا تجاوز شو کردگن. اول به همین راه همینا آوردگی رساندگیشون. اگر او ساز میبود شوهر کرده بود رفته بود خانه و زندگی خوب داشت. ولی اینو نگذاشتنش که اونها خانه و زندگی خوب داشته باشن. خوب دیگه انشاءالله امیدوارم که زیاییت هم فهمیده، ملات هم فهمیده، اولیات هم فهمیده، هر یه فتنه‌گر هر یه منافقی که نفاق میخوای بکاری او هم فهمیده. دیگه زبانی که باید صحبت کنم همیه. دیگه این زبان منم دیگه زبان ندارم. زبان قلبم یک است. من شیطنت نفاق ندارم در این راه. من در راه نیستم که در این راه من شیطنت کنم و برم در پیش خداوند با شیطنت نفاق در پیش خدا چی جواب میدم. من در گپم
در عمل کردم، در سخنم صادقم. سخنم از قلب میبروید که در قلب ملت میدروید. سخنم از قلب میبروید که در قلب ملت میدروید.